امیدوارم که در گستره آسیا این دو تیم بدرخشن و از این به بعد دوچار این همه مشکل نباشند. با همین نگاه آغاز میکنیم خاصترین دربی رو و خاصترین شهرآورد دنیا رو با امید خاطره‌ای خوب از این مسابقه. به ورزشگاه بریم، به زمین چمن بریم، آبی ها و قرمز ها رو ببینیم. توپا علی شاه گرفته، یه دریبل میزنه، حالا میتونه پاس بده، همین کار هم انجام میده. علیپور رو صاحب توپ کرده، ضربه رو هم علیپور میزنه اما کرنر میشه. خطرناک بود اولین حمله یاران پرسپولیس. بلافاصله علی شاه برای ارسال سر توپ میزنه، میندازه تو در، حالا فرصت، یه بار دیگه موقعیت، یه فرصت، ضربه سر حسینی نمیذاره دوباره کرنر بشه. یه اشتباه از خود حسینی که بلافاصله ببین از داور چیه، کرنر دوباره کرنر. شاید بهتر بود که حسینی میذاشت توپ بیرون بره، چون در شرایطی نامتعادل چیزی نمونده بود که به حریف پاس گل بده. و همچنان هم متاسفانه میبینید دیگه لیزر و اینجور چیزها دیگه. کاش که برخورد جدی با این رفتارها بشه. میلاد محمدی ارسال به روی دروازه، سردار درسون ضربه رو میزنه، باز کنار دروازه توپ بیرون میره. همین بازیکن 7 گل ملی هم در تیم ملی ترکیه زده. نگاه کنیم اینجاست که سردار درسون از این زاویه هم نگاه کنید با فاصله کم توپش به بیرون میره. درسون جا موند، استقلال حالا حمله میکنه، ضربه رو هم میزنه و گند توپو میگیره. اولین حمله جدی استقلالی ها و گرمای بازی او رو گرمترش کرده. پرتاب هم انجام میده، ضربه سر زده میشه. رافائل میخواد ضربه سر رو کاملش کنه، برمیگردونن. حالا فرصت برای خود رافائل، یه بار دیگه باز هم فرصت. همچنان استقلالی ها و پرسپولیسیا در منگنه برمیگردونن. نهایتا خطا. ببینیم نظر داور چیه. دعوا بالا گرفته بین چشمی و بازیکنان دیگه که امیدواریم خیلی هم دیگه از این جدیتر نشه و بازیکنان به رفتار خودشون مسلط باشن که خوشبختانه هستن و بلافاصله کار و قائله تمام میشه. ببینیم اصلا داستان از کجا شروع شد. از اینجاست. ضربه سر زده شد، عوض میکنه، میاره این بر برای رامین رضاییان. رامین حرکتش رو شروع کرده. رامین رضاییان میتونه حتی شوت بزنه، میزنه به پشت دروازه‌بان. میتونست که دروازه باز بشه. حالا یک گل را آماده تو چارچوب دروازه پرسپولیس هاست که اینجا میبینیمش. یه بازیکن آماده این بر تو ترکیب استقلالی هاست. نگاه کنیم یه حرکت قشنگ، همون که گفتم بهتره که اینجوری ببینیم بازی رو قشنگ و قشنگتر بشه. این مسابقه لذت ببریم از این فوتبال. چقدر حرص بخوریم برای فوتبال. بذارید اینها بدرخشن. حالا رامین خودش کرنر را میزنه، باز هم ضربه، فرصت برای استقلالی ها در محوطه جریمه. استقلالی ها میگن پنالتی، داور چنین نظری نداره. نگاه کنیم صحنه رو. نه، اتفاقی نیفتاده و بلافاصله هم تیم داوری اعلام میکنه که بازی دنبال بشه، که فعلا توپ سالمی آنچنان به او نرسیده. حالا علی شاه ببینیم با توپ چه کار میکنه. میندازه برای علیپور، فرصت برای علیپور، میره علیپور، فرصت، پنالتی برای تیم فوتبال پرسپولیس. پنالتی گرفته میشه. چه پاسی داد امید علی شاه، چه پاسی داد از فاصله 50 متری 60 متری. انگار که یک کولیس دستشه، انگار که یک وسایل اندازه‌گیری دقیق دستشه و میدونه چجوری پاسو بندازه تو در تا علیپور حرکت بکنه. شاید مشهور به آفساید هم بوده باشه. نگاه کنیم اینجا علیپور خوب کورس برداشت، خوب دور برداشت، رفت جلو اینجا و دیگه زدن او رو. و اینجاست که باید ببینیم نظر تیم داوری چه خواهد بود. داور فاصله زیاد داشت اما از اون فاصله دور با قاطعیت نقطه پنالتی رو اعلام کرد. به نظرم دارن آفساید رو بررسی میکنن. در خطا به نظرم شکی نیست، خطا انجام شده، حالا دارن آفساید رو بررسی میکنن که آفساید بوده یا نه.
پاس امید علیشاه. واقعا سخت این تصمیم. البته میدونی که داره یه قانونی عوض میشه در فیفا، حالا نه به این بازی نمیرسه، یه قانون داره عوض میشه که دیگه از این بعد بازیکنی که کامل رد شده باشه آفسایدشه، حتی یر به یر شدن، یه دست تو آفساید، یه پا تو آفساید، دیگه نه آفساید نخواهد داشت. امیدواریم زودتر اون قانون بیاد و دیگه این اتفاقات در مسابقات فوتبال نیفته و اگه اون قانون بیاد بازی ها پرگل‌تر خواهد شد. ببینیم نظر داوران چیه. معمولا برای آفساید هم داور دیگه خودش مراجعه نمیکنه.